خب دوستان، عصر 21 جامعه پیشرفته، ترقیات، علم، تکنولوژی، کشفیات‌های بزرگ، در عموم صنعت در یک سرعت خیلی بلند حرکت میکنه. همه ساله وریانت های جدید، برنامه های نو، اقتصاد بالای اقتصاد، کارخانه ها بالای کارخانه ها. خب همه ساله یک نوآوری در سطح زندگی مردمی که انسان ها را برند میشوند. شخصا در کشورهایی که خب مردم ما زندگی میکنن امروز، خب الکی بعد از اتحاد شوروی مردم ما مرحله دومی یعنی مهاجرت به کشورهای اروپایی اومدن. از سال 2012 گرچند کم شروع شد، اما 15 و 16 و 17 18 دیگر زیاد شدن. تعداد زیادی هموطنان در این کشورها قرار دارند. یعنی میبینن، شاهد هستند که واقعا ترقیات، علم، معارف، دانش، فرهنگ و برنامه‌ای که حکومت بالای ملت پیاده میکنه، بالای مردم پیاده میکنه، خیلی یک برنامه با یک صورت بلند است. کسایی که فرزنداشون در مکتب ها میخونن حس میکنن که کودک با کدام اصول، با کدام راه حرکت میکنه و چی برنامه را از خود میکنه. و از این چیز هم حکومت رحمانوف نباید دوری بجوید. طبیعی است که باید راهی را که یک ملت، یک مردم کشور سربلند میشه، باید حکومت های پسمانده و فساد زده و فرسوده شده باید او راه را بگیرن تا از او بنگست بیرون بشن، تا از او بحران اقتصادی او کشور کمی در یک شکل دیگر بیاد. گرچند که کشوری ما خب طول چند سال است، طول زیاده از خب از 2000 ما بگیریم، جنگ شهروندی، دوستی، برادری، کشمکش، کشتن و این مسائل را کنار بود. از 2000 تا این جانب در مدت 20 سال، 21 سال ما حالا هم همون کشور اگراری هستیم. ما در این بارها صحبت کردیم که خب اگراری، کوه پشت زمین، دهقان و فلان و این و آن و کارتشکا و پیاز و سبزی بوده گشتیم. خب خیر است. و بعد از این باز دیگر پهلوی دیگرش هم که این هم باشد، اقتصاد باید باشد، صنعت باید باشد، خب مفکوره مردم رو بیدار کردن باشد. از ترقیات و اقتصاد و پیشروی وابسته به ساخت دولتداری می شود. یعنی که حکومت چقدر که برنامه درست پیاده بکنه، همون قدر نسل نورز داخل علم می شود، داخل فرهنگ می شود، زیادتر کشور جامعه پیش می رود. یک نسل دیگر آمدن در الکی کلان فهمیشون نظر مردم دیگه می شود. نه که ما دیدیم خب نسل دیوم است، بعد از او کشمکشی ها الکی نسل دیوم داخلی کار شدگیان. جوانی که در سال 90 به دنیا اومد امروز 26 و 27 و 28 ساله است، 28 ساله است. خب دیگر نسل دیوم سری کار است، انجینیر است، بوغالتر است، معلم است، فلان و این و آن. یعنی که نسل دیوم در حرکت است. بعد از جنگ بگیریم زمان شوروی با درد و به علم و برنج خودش میگیریم، هرچی بد بود، نیک بود، خوب بود، دیگه او پسی سر کردیم. ما در جامعه سالم آمدیم، کشور دموکراتی، خب حقوق بنیاد یگانه، خب مستقل آمدیم. و بعد از این چی دستاورد حکومت رحمانو برای ما داد؟ اصلا من فکر کنم شاید یگانه نفری از در دنیا که اینقدر عنوان و اینقدر نه، حتی همون قهرمان هایی که در رینگ ها میجنگن و 10 بار چمپیون شدن و محاربه ها به دست آوردن تا این درجه عنوان ندارن. نفری که یک عنوان برای خود میگیره، مثال اساسگزار صلح و وحدت، پیشوای معظم. معظم یعنی چی؟ قهرمان یعنی چی؟ یعنی این کلمه هایی است که هزار معنی داره. باید این را مردم بشنوید فکر آیا معظم بدن درست از معظم است؟ قهرمان واقعا قهرمان است؟ قهرمان چه قهرمانی کرده؟ در سنگر رفته از جنگ است، وطن دفاع کرده است؟ نه بالعکس، وطن فروخته است. آیا معظم بدن پاک است؟ واقعا فساد پر از فسادی است دیگه، اما میدونیم. خب البته که منظور از این حرفا را دوستا فهمیدیم. رحمانوف در طول این قدر سالها حتی در مرز ما، در مرز قرقیزستان، یعنی که کشمکشی ها بود و حتی تیرپرانی ها بود، رحمانوف سفر میکرد بر همونجا، باز هم برعکس و بازی بود. و بعد از خب بیماری کووید 19 که گویا که حکومت رحمانوف پیروز شد، به ولایت سوخت سفر میکنه. خب میبینیم که چی کارها در مصرف است این نفر. مرحمت.
صدر. تاجیکستان وطن نوروز است، زده است، گام است و ایران. این جشن‌ها بیش از 6000 سال تاریخ دارد. آخه بگذار 100,000 سال پیش تاریخ داشته باشه. این مردک خوب. اما بارها گپ زدم که این دیگه برای ما تو نان و آب نمیتیه. جشن از بگذار باشه در تاریخ یک جشن تاریخی فرهنگی خوب بوده شده رفت. جشن بگذار همه هر یک منطقه که میخواد جشنش بگیره نمیخواد جشن نگیره. یعنی که این چیزا دیگر یک چیزی تاریخی باید بمونه. مردم بدونه که خب تاریخ ما قبل از اسلام خب ما این تاریخ داشتیم، زمان اسلام ما این تاریخ داشتیم، بگذار باشه. یعنی بعد از این قدر سالها که دنیا به اندازه پیش رفت، ترقیات، علم، دانش، فرهنگ امردک، آخه سمالیات های 2021 برآمده است. مردم کیهان رفته است. این گشت از صدا میگه. این تاریخی ملت تاریخ است. تاریخی نوی شما. نوی شما. نمو باید احیا کنید، ایجاد کنید، پیشنهاد کنید، پیشنهاد عالمیان. ای برادران، ای مردم، خطان میدونن که در همین سال وزمین ترین سال برای مردم تاجیکستان بود. نیمی مردم گرسنه است. تمام شرکت هایی که رب به حکومت را قرض را از برق تاجیک، رای آهنگ، بانک ملی، معارف، تیب، همه سر تا پا قرض است. همه سر تا پا قرض است. از کشورهای خارجی مثل گدا پول میطلبند. آخه این مردک میروه، آخه دیگه پر از گوشت و پر از شیرینی و نبات و قند کردگی دیوانه من کردین. این پیشروی دیگر نیست. برنامه رحمانوف از 7 سال انتخابات چه ببینه کشور صنعتی دیگر صنعت با سمنک صنعت پیش نمیروه. و خیر با آش صنعت پیش نمیروه. دیگر با علف ریزه کردن صنعت پیش نمیروه. ای مردم، این مردک نداره دیگه تجربه دولت داری. آخه من وجدانم این احمقی این احوال میبینم. آینده این ملت چی انتظار است؟ آینده مردم چی انتظار است؟ شما این حال ببینین. در تمام سفرهای کارش گیر دیگر دیگ میروه. شیرخانی پیشوای معظم دست در نکنه تو آمدی تمام سمنک ما میپسه. مردک خوب ای بس کن. آخه کسایی میگن شما فقط از کمبودی گپ میزنید. اینا میگم بس کنه همین کاراشو. همین احمقی را بس کنه. واقعا شرمندگی از چیز. حالا من برای شما از انگشتمار پرزیدنت هایی که خب سیاست چون به ما نزدیک است من نشون میدم که در چه کارا مصروفن. اما چه تکنولوژی ساخته استیان، علم ساخته استیان، مردم پیشروی دارن. این مردک همون مومو را جمع میکنه در گرد اطرافش رقص میکنه. نوروز 6000 سال پیش عید است، ما باید ایرا دوست داریم. او دوستش بدار. اوخه دیگه نگفتن که برای دیگه همین قدر از صدب مونو آتش و علا بزنه و گیر بگیرش رقص که تمام. با این زندگی پیش نمیروه. الکه ای با انتخابات 3 ماه 4 ماه گذشته سای یک برنامه تا تو پیاده نکردی. یک معروضه نداری که چگونه کشور از اگراری میبراری. نداری برنامه. با او ایواز کردن شخمتی که میکنی کادری با او پیش نمیروه. علی بجای ولی، ولی بجای علی. او همو مسافر میروه در یک جای دیگه تمام. مثال با ایواز کردن وزیر معارف. آخه چی ایواز شد؟ چی تغییر رو بردش بود در همون تلویزیون و رادیو موندنش. اونم یک افندی را
بچه بارها میگیم که رحمانوف الکه این کارا از رمکه انسانگری دیگر بیرون از گیزش رفت. تو که محبوب دیگر نیستی معلوم است. اینا بیا اینا اوه چند مردم گروسنه است. به خانه ها چقدر همه برات نشان بتیم. چند هزار مکتوب میرود از گویت قبول نمیکنی. برات نشان بتیم. اوه چی معنی داره می دیگو سمنکی تو؟ چی معنی داره؟ این برنامه دولتداری نیست کو. او بگذار یک رسمی فرهنگی است، بگذار هم منطقه برای خودش بکنه. شر نیست تو گردی دیگ باید برای. برای تو مسئولیت دیگر چیز است. راه تو دیگر چیز است. برنامه تو از این جدی‌تر باید باشه. رسم و آیین و تنظیم و عنعنه جشن و مراسم میگن هزارها عائله را جریمه کردین، میلیون‌هاش غارت کردین. او این رسم و آیین در جای رئیسش برای که از هم گلتوک شما بخبر. این چی مصرف است؟ این چی احمقی است؟ برای شما جنایت قانون از شما ویران داره، مگر این جنایت نیست؟ بگیرین اینجا. مرحمت من برای شما از کشورهای گرد و اطراف سابق شوروی و بیرونتر از اون مثال میارم. مرحمت رئیس جمهوری اوکراین مردک قطعی با یک اصول دیگر خطی متخصصا و خطی جوانو دیگر رو خطی میگرده. دیگو کفگیر رو پیاله ندارن اخی. مرحمت تکنولوژیا مرحمت رئیس جمهوری ازبکستان در کار و فعالیتش دیگر برنامه است. این مردک پیش دیگ نمیرود دیگر. مرحمت ترک علاقه بهترین موتر برای در جامعه جهانی. شما چیکار مشغولین؟ مرحمت این تکنولوژیا رو برای کشور در چی کار مشغولن؟ آخه نرفتن در زیر پاشون گل بپارن و پیش سمنک و دیگو کفگیر بروند. مرحمت مثال برای شما مردم تانک ساخته است، سمالیات ساخته است، ورتالیات ساخته است، کامپیوتر در درجه عالی، درس ها در مکتب ها همه تکنولوژیا. شما گیدی سمنک برین زنکارا آشتوپکنی یاد میتین. آخه چی گپ است خودش؟ مرحمت آذربایجان دنبال دیگر برنامه هستن این مردم. مرحمت من از جوانو خدیده چی کار مشغولن؟ یا راهبرن یا متخصصن. مرحمت چی شما در نمیرسه؟ اینه یه برنامه ها، اینه یه از برنامه ها. بیا که ما برنامه رحمان فنشان دیم. انا کی روی این مردک چی میگفت؟ همون سیودره میگفت، سیودره میگفت، چی میگفت؟ یک علفی نمیدونم هم دورای گشنگی در ما ما خوردن به چرا نداشتن همون را فرهنگ کردین. اینه کار شبی، اینه نگاه کن، اینه حال شبی. بچه پیشوای سری دیگ این روی اینه برنامه. من چه گپ نزنم. اینه مردک خوبه بی یک عمر گیدی دیگو تواق دست. یک عمر سال جنگ نه، سال گشنگی نه، عصر 21 مردم تکنولوژی جدید دنیا درفت، سیاهای کره دیگر رفت کشف کرده است. دیگه جا میخوان مردم زندگی کنن. الکه این زمین خسته شدن. اینه بی اینه نیوکشه بگی دیگه. این دیگه پهلوی مسئله است. من یاده با صحبت میکنم. اینه است برنامه رژیم رحمانوف. تا کدام چند سال دیگه ما با همین اصول میریم. چند سال دیگه از لحاظ ظلم و ساخت دولتداری بگیریم. شما را دنیا چی میگه؟ دنیا یک برنامه دیگر داره نسبت شما. مرحمت ایشمون سازمان بین‌المللی فریدم هاوس یا خانه آزادی میگوید شهروندان تاجیکستان در اوراسیا با عظیمترین موج سرکوب‌ها روبرو هستند و حکومت قدرت را در داخل تقویت داده مخالفان را در خارج هدف قرار میدهد. این نکته در گزارش نوی ذکر شده است که روز 4 فوریه در امریکا معرفی گردید. محققان سازمان حساب کردند که بعد سال 2014 از 129 حادثه ثبت شده در منطقه اوراسیا 38 حالتش به تاجیکستان داخل
дахл дорад. ба унвони мисол муҳаққиқон аз қазияҳои ҳизбулло шовализода, мақсуд иброҳимов ва умарали қувватов намуна оварданд. با نظر داشت اینکه یک کشور خرد است، تاجیکستان از نظر سرکوب و فشار یک کشور برجسته در جهان به شمار می رود. کشور شهروندان را در بیرون از خاک خود هدف قرار می دهد. حکومت تایسان در برابر سرکوب مخالفان در داخل کشور مثل منع کردن حزب نهضت اسلامی و گروه 24 اینچنین سرکوب ژورنالیستان مستقل، دانشمندان و فعالان حقوق بشر، بسیاری ها مجبور شدند کشور را ترک کنند. ولی با وجود ترک کشور آنها از دسترسی رژیم امام علی رحمان امین نیستند. نشر گزارش درباره تعقیب منعقدان حکومت توجیکستان در خارج در حالی است که پناهجویان مقیم اروپا میگویند نزدیکانشان را نیز در وطن آرام نمیگذارند. در داخل کشور هم و پدر و مادر و نزدیکان پناهنده ها فشارها آوردن حکومت خودکامه تاجیکستان احساس امنیت را برای پناهجویان و پناهندگان تاجیک در کشورهای اروپایی کمتر کرده. خب سلامت باشه. این از لحاظ سیاسیش که برای از دست ندادن قدرت چه کارهایی را انجام میدن. الکی خب فریدم هاوس که دیگر همه ما شما میدونین که یک سازمانی با نفوذ است. سازمان ملل ده ها و صدها بار گفت حقوق بشر و دیگر سازمان ها چندین بار گفتن که مشکلات در تاجیکستان مشکلات سیاسی هم از اقتصادی هم از لحاظ قرض ما داخل نمیشیم. هر یک نفر 333 دلار قرضدار است، هر یک شهروند تاجیکستان. اما حکومت در دیگر مسئله است.